نرم افزار SamFW رو روی کامپیوترتون باز کنید و بخش سامسونگ رو انتخاب کنید. اونجا هم سربرگ ADB رو کلیک کنید و روی گزینه Change CSC بزنید. روی گوشی ازتون یه مجوز میخواد که باید تایید کنید و توی منوی بالا اومده CSC رو روی ILO یا THL قرار بدید. ضبط مکالمه توی این دوتا ریجن هیچ محدودیتی نداره. بعد از انتخاب ریجن روی گزینه چنج کلیک کنید و منتظر بمونید تا ادامه کار رو انجام بده. آخر سر هم گوشیتون ریستارت میشه که جز مراحل خود نرم افزاره و هیچ مشکلی نداره. بعد از اینکه گوشیتون ریستارت شد و توی نرم افزار هم تایید نهایی رو داد، میتونید گوشیتون رو از کامپیوتر جدا کنید. حالا اگه با کسی تماس بگیرید، یه گزینه ضبط تماس هم توی منوی تماستون اضافه شده و دیگه به هیچ اپلیکیشن جداگونه و بدون امنیتی هم نیاز ندارید. اگه تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید، حتما ویدیو رو لایک کنید و بفرستید واسه اون دوستتون که بهش نیاز داره. واسه دیدن ویدیوهای بعدی هم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. تا ویدیو دیگه دست از یادگیری نکشید.